افزایش ناامنی در حاکمیت طالبان در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند. استقبال جبهه مقاومت از کشورهایی که حاضر به همکاری با این جبهه باشند. احمد مسعود میگوید که مردم میخواهند علیه طالبان بایستند اما به حمایت نیاز دارند. ناامیدی پاکستان از طالبان. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفته که اظهارات اخیر ملا یعقوب اسلام آباد را ناامید کرده و انتخاب یک زن به عنوان نخست وزیر در سرزمین ملکه لیز تراس به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آماج نیوز خوش آمدید. صبح امروز دوشنبه 14 سنبل انفجاری در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد. وزارت خارجه روسیه گفت 2 تن از قربانیان کارمندان سفارت این کشور هستند. سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته که 4 نفر دیگر شهروندان افغان هستند. در همین حال یوناما از طالبان خواسته که امنیت سفارتخانه‌ها را تأمین کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای حمله امروز را محکوم کرد و از طالبان خواسته امنیت مراکز دیپلماتیک و شهروندان افغانستان را تأمین کند. وزارت خارجه روسیه هم با محکوم کردن این حمله از طالبان خواسته که عاملان آن را شناسایی و مجازات کند. سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت که عاملان این رویداد پاسخگوی حمله امروزشان خواهند بود. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای اطمینان داد که برای تأمین امنیت سفارتخانه‌ها گام جدی برداشته شده. وزارت خارجه طالبان افزوده که اجازه نمی‌دهد چون این حملاتی تأثیر منفی بر روابط طالبان و روسیه بگذارد. در ساعات اولیه پس از انفجار یک مسئول امنیتی طالبان به الجزیره گفته بود که در این حمله 8 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. روسیه از معدود کشورهایی است که با روی کار آمدن طالبان سفارت این کشور به کارش در کابل ادامه داد. هرچند مسکو به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به روزنامه ایندیان اکسپرس گفته که طالبان از سوی گروه‌های تروریستی بین‌المللی حمایت می‌شوند و بر مردم افغانستان ظلم و ستم می‌کنند. نامورده افزوده که از این رو جبهه مقاومت از هر کشوری که بخواهد با آنها همکاری کند کمک‌ها را می‌پذیرد. رهبر جبهه مقاومت در این گفتگو خاطر نشان کرده که مردم افغانستان آماده هستند علیه طالبان بایستند و برای آزادی مبارزه کنند اما به حمایت نیاز دارند. به گفته او مهمترین و اصلی ترین چیز حمایت سیاسی و تدارکات است. او تصریح کرد که جبهه مقاومت کمبود تخصص نیروی انسانی و سرباز ندارد اما کمبود تدارکات دارد. آقای مسعود گفته که هیچ دولتی تاکنون از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت نکرده و این جبهه با حمایت مردمی در برابر طالبان به مبارزه پرداخته. احمد مسعود همچنان با اظهار اینکه با آمدن طالبان در افغانستان این کشور به دوران تاریک بازگشته است گفت که طالبان به القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی پناه داده و آنها در اطراف شهرها آزادانه گشت و گذار و فعالیت می‌کنند. او با اشاره به حمله آمریکا که به کشته شدن ایمن ظواهری رهبر القاعده انجامیده گفت که حضور رهبر القاعده در مرکز کابل در زمان حمله و زیر حاکمیت طالبان تجربه‌آور نیست. رهبر جبهه مقاومت هشدار داده که در صورت نبود یک حکومت قانونی در افغانستان رژیم طالبان این کشور را پناهگاه امن بسیاری از گروه‌های تروریستی از جمله جیش محمد و بسیاری دیگر که تهدیدی برای هند و همه کشورهای منطقه است خواهند ساخت. مسعود در ادامه تاکید کرد تسلیم شدن در برابر اراده طالبان تسلیم شدن به اراده تروریسم است و این آتشی است که پاکستان با آن بازی کرد و دیر یا زود خواهیم دید که نتیجه معکوس به آنها داده خواهد شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داده که پاکستان از اتهام‌های ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان مبنی بر اینکه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند ناامید شده. این روزنامه پاکستانی همچنان به نقل از منابع افزوده که این اظهارات ملا یعقوب بازتاب همان طرز فکر دولت‌های قبلی افغانستان است که حماقت‌های خود را به گردن اسلام آباد می‌انداختند. در این گزارش آمده پاکستان انتظار چنین اظهار
اظهار نظر را از رهبر ارشد طالبان نداشته، زیرا اسلام آباد از زمان بازگشت طالبان به قدرت کارهای زیادی برای حکومت آنان انجام داده. اکسپرس تریبیون نگاشته که حکومت شهباز شریف به طالبان گوشزد کرده که چون این انتقادهای عمومی آنان از اسلام آباد به روابط طالبان و پاکستان صدمه می‌زند. ادعای عملیات پهپادهای آمریکایی از پاکستان پس از کشته شدن اخیر ایمن ظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل مطرح شد. این گزارش روزنامه پاکستانی در حالی بیان می‌شود که هفته گذشته وزیر دفاع طالبان در یک نشست خبری گفته بود که بر اساس اطلاعات آنان هواپیماهای بدون سرنشین از طریق پاکستان به افغانستان وارد می‌شود. نامبرده از پاکستان خواست تا از حریم هوایی این کشور بر علیه افغانستان اقدامی صورت نگیرد. در همین حال عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان این ادعاهای طالبان را رد کرده و افزود در غیاب هیچ مدرکی، همانطور که خود وزیر افغانستان نیز معرفی کرد، چون این ادعاهای حدس بسیار تأسف‌بار است و هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئولان را نقض می‌کند. وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد که با توجه به توافقنامه دوحه که طالبان تعهد سپردند که روابط خود را با القاعده قطع کنند، کشته شدن ظواهری در کابل برای طالبان شرم‌آور بود. لیز تراس در رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا بر ریشی سوناک پیروز شد. خانم تراس روز سه‌شنبه پس از تایید ملکه بریتانیا رسما نخست وزیر این کشور و جانشین بوریس جانسون می شود. پس از استعفای آقای جانسون، اعضای حزب حاکم در سراسر بریتانیا جانشین او را انتخاب کردند. بر اساس قانون اساسی نانوشته بریتانیا، رهبر حزب حاکم با رأی مردم انتخاب می شود، اما برای نخست وزیر باید تایید ملکه یا پادشاه کشور را دریافت کنند. خانم تراس که پیش از این وزیر خارجه بریتانیا بود، در رأیگیری از اعضای حزب محافظه‌کار 81326 رأی به دست آورد، در حالی که رقیبش ریشی سوناک وزیر مالیه مستعفی در بریتانیا 60399 رأی به دست آورد. لیز تراس اکنون سومین رهبر زن حزب حاکم در تاریخ بریتانیا است و پس از انتصاب از سوی ملکه این کشور رسما سومین نخست وزیر زن بریتانیا می شود. دو نخست وزیر قبلی زن بریتانیا، مارگارت تاچر و تریزا می، هم از حزب محافظه‌کار بودند.